هون گداریا رادیو رتزش مسکوی دکن سلاف او دمو بخیر گدارین دلال رادیو رتزوند کارن ببین تور اینترنتی بوی ناونی شادی مال پر رتزه نقطه کم ایرو شمیه هجده مجداریه گداریا دنگو باسین گرینگ ین به هفته بکن الشوا دونزدي مجداري كرمانشاه رجلات كردستاني وحلبجه باشوري كردستاني ارتحاجه كبيش جيبو باش تيويل كرمانشاه دو ارتحاجين دن رودان غوري امورين دويين فرميش بر ارتحاجه كرمانشاه و پارزگاهين دنين رجلات كردستاني 405 كسان جاني خوش دست دانه و 7370 كجي بريندار بونه هروا بحزان خاني بتمامي الوشيانه اللي بريت گوتن كو گل كسان جي بيكو نوبي مري خطمار بكن اب وشارتنه لما تتغمي كرن هجمار مريان زيده تربه ارتحاج السرنسر رجلات كردستان و ایران شین هات راگیاندن نوند جیوفیزیک یا ایرانی راگیاند نوند ارتحاج الباجروکی ازگل یا سرپرستگاه کرمانشاه بویه و پیزیا ارتحاج یکم 7 و 6 ریختر بویه نوند ژئولوژی آمریکایی جی اشکره کرد که پیزیا ارتحاج حلبجه 7 و 5 ریختر بویه وزیر نابخوی ایرانی راگیاند جبر ارتحاج 1900 گند و 7 باجار پرستگاه کرمانشاه زرار و زیان دیدنه هر و دازانی که پیوسته ولاتیان بابا و خارن و چادران هیه دنجام ارتحاج دال کرمانشاه 12000 خانی تمامی الوشانه هنک گنجی بتوایی ویران بونه پیوسته 15000 خانیان جی بنوجین کرنی هیه پارلمانتاری کرمانشاه احمد سفری جیراکیان که پیوسته خلق کرمانشاه بجی نشتجیبونی و پیدوین گرم کرنی هیه و داخوز آلیکاریا بلاس کرد تی گوتن که هیجی هجمار کم ولاتید بن کابلاندا مانه هر و جبر ارتحاج 8 گند ویران بونه الکتریک و اول چند ورم قد بویه ارتحاج الباشوری کردستانی بتندی هاته هست بکرن وزیر تندرستی یارم کردستانی را گیاند کل سرنسری باشوری کردستانی 7 کسان جان خوش دستانه الگوری داخلینی 4 کس در بندیخانه 2 کس الگرمیان و کسک جیل سلیمانی جان خوش دستانه ریوبری گیشتی تندرستی سلیمانی دکتر میران محمد را گیاند 2 کس نوند سلیمانی بریندار نبویه و بانک البجیشک و کارمندن هوار چوینه کرد دامده باشی دابن ریوبری گیشتی تندرستی هولی دکتر سامان برزنجی راگیاند که 5 ولاتیش بر ارتحاج راکردن خوشخانای لی رفشوان باشه جگری پرزگاه حلبجی جی راگیاند کل حلبجی تزرارک جانی نبویه ارتحاج پرچه دنیا کردستانی و ولات درجاتنه هست بکرن ارتحاج پیش شو 12 مجدار باجارین چولامرک وان شرناخ علی سرت بدلیس احمد ارزینجان و جبل کجیهات هست بکرن هر و رجوای کردستانی جیل باجارین قامشلو و تپسپی و باجاروکی رمیلانی جی ارتحاجیه ارتحاج ایران عراق کویت عربستان سعودی و سوریه جی هات هست بکرن مسعود بارزانی دوشنبه 13 مجداری جبر ارتحاج رجلات و باشوری کردستانی چی بو پیامک خلق رجلات و باشوری کردستانی را بلاف کرد و دیدا سرساغیش کس و کارین قربانین و خلق دورین زرار بکتی را خواست سرک وزیر حریم کردستان نیجروان بارزانی را گیاند کش بو سلیمانی بوجی که تایبت ترخان کرنه شاندک حکومت حریم کردستانی بسرکت سرک وزیر حریم کردستان نیجروان بارزانی و جگری سرک وزیر قبات طلبانی هر وزیر تندرستی وزیر شهرداری و گشتیاری وزیر پرورده و وزیر چاندنی و جفقانین آوی برمانجا زانین زیانین ارتحاج سردن در بندی خانه کرن نیجروان بارزانی هر و دخواز سرساغیش خزم و کسید قربانین ارتحاج در بندی خان و کرمانشاه را خواست در باری بنده و در بندی خانی دا بارزانی را گیاند کلگل یکتی اروپایی را کفتن دا کش بو نوشن کرنا بنداوی کمیسیونه که بشینن سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان بری کو بچه روسیه الفروخانه آتا ترکیه استانبولی دا جوینه که چپامنی دا بس و ارتحاج رجلات و باشوری کردستانی کرد او هفخمی خو نشان دا اردوغان دازانی که حکومت ترکیه آلیکاری شان داده حریم کردستانی او را گیاند ساعت دسپیکی دا 5 کامیون آلیکاری بریا دری خابور ابراهیم خلیل را در بازی حریم کردستانی بون تیم رزگار کرنا سیویلان و دزگین پیوندیدار بو آلیکاری هاتنه اقدار کردن سرکومری ترکیه آنیزمان که دل سر شاندن آلیکاریون بو حریم کردستانی بردوام بند دوینابری دا کنسی آبوری یاوانی جی بو کسل باشور رجلات کردستانی در تحجی دا زرار دیدن کمپانی آلیکاری دا دست بکرن کمپانی الوانی البر نوینده که دانستاندن دست بکر و آلیکاریات کم کرن دیبریا هیوا سور یا ترکیه بشینن جی ارتحاجی لیچی بونه سروکی کنسی آبوری یاوانی داخلی دا و دست نشان کرد اجبر ارتحاج الباشور رجلات کردستانی چی بو خمگینن
حرکت آزادی پاک پدک باکور و پسکیب داخلی که هبش را جاندن که هر دو دولت ترکیه و ایران نایل تکس آلیکاری بشینه باشور و رجلات کردستانی داخلی هر چهار دزگه و پارتی کردی دواد گوتن پشتی ارتحاج نه وکه پارتی و حرکت کردستانی گلک هل داکو با که کمپانی آلیکاری وکن و به آلیکاری بگینن گل خواهی رجلات و باشوری کردستانی هر و امزانن گلک دزگه سیویل شل دانه که آلیکاری بشینن لی مخابن دولت ترکیه نایل تکس آلیکاری بشینه باشوری کردستانی دولت ترکیه دویجه بس بریا هیوا سوریا ترکیه آلیکاری کاره بچه جی ارتحاجی جبو آلیکاری گیاندنا کرمانشاه جی دولت ایران ری نداکو بی دولت ایران آلیکاری بگیجه جین ارتحاجی اف پارتی امرجه بیه که دکن که الوستن ترکیه و ایران دجی مافی مروانه دوباره جزا کردن خلق کردستانی و دخواش جوان کرد که ری لبر آلیکاری مروی وکن تمن دمی دا بانک نتوین یک بوی یکتی اروپا و همو دزگه نو نتویجی کرن که زترین وقت آلیکاری پیوستی بگینن زرار دیتین ارتحاجی پشتی ارتحاج 7.3 ریختری که باشور و رجلات کردستانی و چند ولات هریمی هجاند ایتالیا آلیکارین مرویش بو زرار پیکتنش ارتحاجی را شانده باشوری کردستانی آلیکارین مروی ایتالیا چهارشنبه 15 مرداری بدیا فروکه که یا حکومتاوی ولاتی گیشتن فروکه خانه سلیمانی کاش 25 دن آلیکارین وکه چادر بتانی و کلوپلین دن پیک دهات کنسول ایتالیا یلهبلیری درباره وان آلیکاری ولات خود را گیاند که افروکه داوی آلیکاری ایتالیا نابه و روز پیشمی جدید دو فروکه دن ین آلیکاری بگیجن سلیمانی و تکس کرد که هفته آلیکارین زیده تر پیشکش بکن سرکوزیر هریم کردستان نیجران برزانی را گیاند کاش بولیکولین رفش و زیان دی کمیسیون که بشنن جی ارتحاجی و ارواز پاسی حکمت ترکیه کرد کاد کلین یکم یند ارتحاجی دا جبو آلیکاری پیام شاندنه سرکوزیر هریم کردستان نیجران برزانی پشتی جوین جوات وزیر هریم کردستان دخینی که چپابنی دا بیار ارتحاجی یند داوی نرخاندن نیجران برزانی دازانی که پشتی ارتحاجی او ویسا سرکومری وزارت دروا و کسخانه هفدیر پیوندی حکمت هریم کردستان را کرنه دم دست هفکاری شاندنه سرکوزیر نیجران برزانی سرجوین اروا بس پروژه سو بودجه 2018 یا عراق ذکر و دیار کرد کوان نیرین و پیشنیار خواهین درباره وی مجاری دا پیشکش حکومت بغداد کردن لی حتی نات برسیوک ورنه گرتنه او آخوی اف خرابترین رشنویس پروژه سو بودجه عراقیه اف بیناسنت نو رشنویس دهنه تمامیجی بو خراب کردن سیاسی یا حریم کردستانی ند دوی عالی دلبست حریم کردستانی اشکره دستور بیناسه سیاسی حریم کردستانی دکه ام دخوازن گل بغداد بگینن رکفتنه که دوی رشنویس دا ظلم گل کردستانی کرنه چمکی ابریجه دیار کرنه تنی تیر معاشی پارزگه که ناکه اگر بغداد بخوازه معاش حریم کردستانی بده اف آمدنه لی بغداد خوازه بدوالی بلیزه شالی که و خلق کردستانی را ببیجن ام معاشین و بدن و جالیدن باشی بودجه کم بکن ام دخوازن دیالوگه که پرجدی بکن اگر افجی آمده بن ام دکارن دانستان دنان بکن نیچیروان برزانی دا کفشک و اف دخوازن پرزگری کلم گل بغداد چارچوبه دستور عراقی دا وره چاره سرکرن و دوباره کرد که حکومت حریم کردستانش بو گوتو بیجان آمده شانده که حکومت حریم کردستانی سیشمی 14 مرداری سردن پارلمانتوی کردستانی کرد جبو گوتو بیش کردن و نخواندن پروژه سه بودجه عراقی بو سال 2018 شانده پارلمانتوی کردستانی را جوینک پیکانی الگوری داخلی نویس که یا پارلمانتوی کردستانی جوینی دا سروکی کمیته دارایی و عبوری یا پارلمانتوی خال به خال بحثا رشنویس بودجه سال 2018 یا عراقی کرد و اف پروژه ساب نزلال و نه دستوری بناف کرد الگوری داخلی پارلمانتوی شانده حکومت حریم کردستانی جوینی دا جب وی یکی کرد نکوان زانیارین زلال پخارانین جبو که برچورونی که زیادتر سر رشنویس و بودجه سال 2018 یا عراقی چه ببه چهارشنبه جی پارلمانتوی کردستان داخلی که برسی و گوترین سرکوزیر عراقی حیدر عبادی ین چهارشنبه 15 مرداری پارلمانتوی کردستان داخلی که برسی و گوترین سرکوزیر عراقی حیدر عبادی ین گوتار وی سیشنبه دا کوته دا بحث حریم کردستانی کربو دا داخلی خود پارلمانتوی کردستانی دخواست که هری زو در فتح دانستاندن که اشکره وارد چکرن و بغداد دقیقین میدیای او را وکرنا یکالی آمده این دستور بی ورگرتنا نیرین و تبینه حریم کردستانی دور بکوه
سیشمی 14 مجدار حکمت ریم کردستانی داخلی که هلوست خال سر بریارا دادگاه بلند یا فدرالی یا عراقی یا درباره رفراندوم سرخابون کردستانی دا ام رزیل بریار دگرن و پیوست اف یک جیب به بنگک بود اسپیکرنا دیالوگ که نشتیمانی و پرالی بود جار سرکرنا ناکوکیان سرک وزیر عراق ایدار ابادیجی کتور خیا هفتانه دا پیشوازی بریار حکمت ریم کردستانی کر و بود او پیشوازی هر هلوست که دکن کرک به گل هلوست حکمت فدرال بو کنترل کرنا سینور ابادی هر و بود که بغداد دخواست شرط گشتنه که زیده تردکه دادگاه فدرال یا عراقی دم بریاردان یا درباره رفراندوم سرخابون کردستان دیار دکه بر اینها روزا داده مجداری به دف که دادگاه فدرال یا عراقی یا کساموک را گیاند حتی گوی ندن نیرین حکمت ریم کردستان نکارن بریار درباره دستوری بوید و نبون رفراندوم دا بدن حکمت عراقی بهانه نه دستور بون دادگاه فدرال یا عراقی دوست الدجی رفراندومی بکره بود و خواست کر انجام رفراندومی هلوشینه روزا 13 مجداری یا ساموک برنامه که را گیاند دادگاه فدرال یا عراقی روز 20 مجدار دبریار درباره رفراندوم سرخابون کردستان دا بده فرانسه فرمی پیشوازی داخلیا حکمت ریم کردستانی یا سر بریار دادگاه فدرال یا عراقی کرد و دخواست شبلیر و بغداد کرد کل سربنگه دستوری دست دیالوگی بکن فرانسه واد بیشه پاریس پیشوازی نشاندان آمده هبلیری بود اسپیکرنا گوتو بیجان گل بغداد جد که هر وا نتوین یکگرتی یکتیا اروپا و فرانسه پیشوازی هلوستا حکمت ریم کردستانی یا درباره بریار دادگاه بلند یا فدرال یا عراقی دا کرن یکتیا اروپا پشگری دا بریار حکمت ریم کردستانی او را گیاند داخلی حکمت ریم کردستانی پشتوانیش بو فدرالیسم و یک پرچه خاک عراقی یکتی اروپا چهارشنبه 15 مجدارجی داخلی که دا پیشوازی داخلی حکمت ریم کردستانی یا درباره پابندبونا بریار دادگاه بلند فدرال یا عراقی کرد هر وا سکرتار گیشتی یه نتوین یکگرتی دامه که دا کشترک وزیری ریم کردستان نیچیروان بارزانی را شاندیه پشگری خال هلوستا هفلیری نشانده بریتانیا جی را گیاند که لندن پیشوازی داخلی حکمت ریم کردستانی دکه کتی دا پیشوازی بریار دادگاه فدرال یا عراقی کریه که آمجه بوده یک دستور عراقی دکه حکمت بریتانیای دیار کرد که پشگری عراق که دموکرات و یک گرتی دکه برپس سیاست درباره یکتی اروپای فدریکا موگرینی بر بیار ارتحاج شب 12 مجدار نامه که خمی سرک وزیر ریم کردستان نیچیروان بارزانی را شاند و پشگریا یکتی اروپای بود دیالوگ نامبر هولیر بغداد دا نشاند موگرینی سپاس و پیزانین خوابو هبشی و سرکاتیا سروکی بری یه ریم کردستان مسعود بارزانی تینزمان و کیف خوشی یکتی اروپای بو آمدهی و هولین ریم کردستان جبوچار سرکردنا پرزگری کن الگل بغداد بریا دیالوگیش نشانده ده نونری تایبتی سروکی آمریکایش بو شهر دژی دایشی برید ماک گیرک را گیاند چارچوبای دستور عراقی دا پشتوانیا حکمت که پیس و یکگرتی یا هریم کردستانی دکن نونری تایبتی سروکی آمریکایی بو شهر دژی دایشی برید ماک گیرک سر نونیشان خواهی تورا جواکی یا تویتری وینای جوینال گل سرک وزیر هریم کردستانی نیچیروان بارزانی بلاف کرد و پشگری خواهی با حکمت هریم کردستانی دوباره کرد ماک گیرک امجه به یکی جکر که پیشنیار حکمت هریم کردستانیش بو دیالوگی جار سرکردن پرزگری کن گل حکمت عراقی جبرینی پیشوازی کردنه هجوی گوتنه که 16 مجداری نونری دونالد ترامپ یه سروکی آمریکا برید ماک گیک سردن هریم کردستانی کرد و گل سرک وزیر نیچیروان بارزانی چویا فراکسیون کردستانی پارلمانتای عراقی درباره رفش کرکوکی و خرماتو نوچیندن و کوچبرین وانجان داخلینیک بلاف کردن و تید دخواست سرک وزیر عراقی هیدار عبادی کردن کش بوراوستاندن دستجه بو سرملک و مالین هم نشتیبانین کرکوک و خرماتی و نوچیندن پینگاوین بلز بویشن پشتی 16 جوتبه 2017 و یریش هجدار شیبی بو سر نوچین کردستانی ین درباره اداره حریم کردستانی هزاران کس آوره بونه و نهاد رفش کگران داده جن سر بیارین 16 جوتبه 2017 مالین هجماره که زده یه ولاتین کد تایبتی نوچه خرماتو هاتن تالان کردن و هاتن شویداندن فراکسیون کردستان هروا تکزیل سربیگی کردن که هرچی قاس کمه که سر بیارین 16 جوتمه را در باز بیه لیبل تاری کارکش آلی حکومت فدرالی نه هاتیه پیکانین جبو که هیوی بو ولاتین کد بی وگراندن و لی پرسین گلوان کسان جی نه هاتیه کردن که مالین کردان شویداندن و تقواندن و مال و ملکن وان تالان کردن
هات را گیاندن جوینا پارتی و گوران دا سلیمانی تبگر گوران سی پیشنیارا دستی شاندا پارتی کری او افجی اون و شاندن حکمتی و پیکانین حکمت کی دم کی کارکرنش بو انجبدان البجارتنان دم خود پیکانین شانده که نشتیمانی جبو دانستاندن گل بغدای بریاره شاندا پارتی پشت جوینا خال گل تبگر گوران گل یین کیجی بجبه حکمت عراق الکرکوکی دادگاه سربازی دانیه و دادور شی و دادور کی سونی سرکتیا و دادگاه سربازی دکن و حتی نا 500 دوسیاج دجی ولاتین کردین کرکوکی آمده کرنه مک بری نا 16 جوتمه 2017 دا کرکوک دیریشه که به فردا کتبن کنترل هزین هجدا شیبی و ارتش عراقی هرچی قصد که مک بلی جبو خلق کرکوکی او میش ساله که دشتر بود برپرسی مولبند کمله اسلامی کردستان الکرکوکی رکیان دسلوت الجم عرب و ترکمانان نینه چمکو اف دسلوت کل جمعون هنه بنوی حکمت عراقی حکمت که نبنوی بکتاک ناف کرکوکی تفگیر گرون جدوی باوری دای که رفش کرکوکی گل خطره و دوی پنگوین جدی لنبر بی رفشی وارن آویتن برپسی ینکی جد بیشن بون گوتنو خکریه و رفش بدلی وان جنینه بدکی جبو وگیر ناف کرکوکی مرچه و مرچه بی اون وگیر هیزن پشمرگه و هیزن آسایشی بو ناف کرکوکی بلندکرنو آلا کردستان الکرکوکی و رادسکرنو برگین بی پورتی کنها هیزن دجی تروری یا عراقی تداب جیبونه سکرتار پارلمانتوی کردستان بگرد طالبانی را گیاند وان جنونرین ولاتین بیانی را گوتی اگر بغداد بخوازه گوتو بیجم حریم کردستانی را رد بکه بجارده بکشیان کردانش پروسیا سیاسی یا عراقی بکریه سرکتی پارلمانتوی کردستان الگل کنسولین ولاتان حریم کردستان جویا و پیام حریم کردستان سرپرستگری کل گل بغداد گیانده نونرین ولاتان جگری سرکی پارلمانتوی کردستان جعفر امینکی را گیاند پارلمانتوی کردستان چند پرسانج بو گوتو بیج حریم کردستان گل بغداد آماده کردن و وید کندم که زودا گوتو بیش نبر حتی آلیان دا دست ببکه نونری تایبتی سروکی آمریکا تفیمانیا ناو دولتی داشت بو شهر داعش بریت مارک گیرک 16 مردال البغدای الگل سرک وزیر عراقی هیدار عبادی جویا بریت مارک گیرک سر حساب خواهی تویت دیار کرد کلوی الگل هیدار عبادی و ناقا داوی یا شهر داعش و پرسگری که نابر هولیر و بغدای دا گوتو بیش کریه مارک گیرک دست نشان کرد که بو چار سرکن پرسگری که بغدا و هولیر دخواست دیالوگی جبادی کریه و گوتیه که گرنگه پرسگری که بریا دیالوگی الگل هولیر چار سر بکه اندامی که سیاری ربری یا کوما جواکن کردستانی که چکه رضا آلتون تپیوینه که جرگیاندن و نزیکی پککی را رفش سوری و رجوای کردستانی شروع وکر و دیار کرد که امریکا اف 40 سال لنبر پککی تید گوشلی جبر رفش سوری و برجوادی خواه نچار مای گل یکینان پراستنا گل یپگی هف پیمانی ساز بکه بنیرین آلتون که یکش دمزرناری پککیه جبو امریکا سوری بمینه سه بجاردال پیشوی بونه که یکش وان بجاردن بدوام کرنا هف پیمانیال گل ترکیه و سعودی بویه بجارده دیامین بخشاندن سوری بیه که افجیل دجی برجواندین امریکای بیه لفموم نچاریل گلیه پکی تکلیه تاکتیکی دانیه برپسی پکی بلکشانده سرویه که امریکا بی پیوندی تاکتیکیش بو پیده و هیزن کردیجی نسنمای سوسیالیست دور بخه رضا آلتون دا کفشه که تکرین امریکا و رجوع کردستان تنی تاکتیکی سیاسی و لشکرینه و گوت ما امریکا پرش خطا آزادیا پیده رازیه ما امریکا دخوازه جی دولت البر ربریک سرحیم هیزا خاسره به باور ناکم امریکا نه خوازه بیه که ببینه اولنبر ویژی پرانی پیوندی خواهین گل دولتان سر بنگیان استراتژیک آواده که رضا آلتون هر وا ایدیو کرد که امریکا دخوازه هیزن رجوای کردستانی نچاری نجات پرستی و دولتا نتبه بگه گریلان پککیش بو جور یکمین تاکتیکه که نو یریش آتش ترکیه کرن و یریش خود فروکه درون یا بمبکری بکارانین وزارت بروانی ترکیه را گیاند که گریلای پککیل جای دندورکی یا نوچه بازی داگری جبو یریش فروکه درون یا بمبکری بکارانیه داخلی داته گفتن یک شمی 12 مرداری یکینان لشکری ترکیه 12 درونه چینی بلندای 300 متری خستنه خاری وزارت بروانی ترکیه اشکره دکه که یکمین جور پککیل یریش خود درونین بمبکری بکارتینن گوری اینو چین میدیا ترکیه بریو نه چولن مرگجی گریلاین پککی جبو چپدیری درونین کامیرا کارانینه
فرمانداری گیشت یا یکینان پرستان گل هجمارک مالبتین چکدارین دویشی یه خودی نسنمای روسی را دست روسیه کرد. بدف که فرمی بگی نوری محمود کنفرانس که چپمنی داراجیان کل گور دکفتنه که وان 13 جن و 29 کن چکدارین دویشی را دست روسیه کرد. به واژه را دست کردن کنفرانس که چپمنی دو بجداربون هنه برپرسن یپگی و ریبریا خواستر یا برپرسن سیاسی و سربازی ین روسیه بریوچو. دو کنفرانس چپمنی دو افسرو که دستای درب یا کانتون جزیره اشکره کرد که بری نهاجی ریبریا خواستر 4 مالبت چکدارین دویشی را دست روسیه کرده. بدف که هیزن هفپیمانیا نوف دولتی یا دژی دایش دا ریان دیلون کنفرانس که روزنامه‌نی دا درباره اگر گیریش که ترکیه دژی افرین دا آخوی او گود اول پشت هفپیمانین خو حسدینه هر وا بدف که هیزن هفپیمانیا نوف دولتی گودجی هیزن کد شری دایش دا هفکاریا وان نکن اف نکارن بسکریا هیزن هفپیمانانجی ور بکرن هیزن سوریه دموکراتیک بالیکاریا هفپیمانیا نوف دولتی باجاری رقا و هین باجاری که دن کنترل کرد هفپیمانیا نوف دولتی جی حسدی بک هفپیمانی خو دبینه هفسروکی پیدی شاوس حسین دخواست کرد کل همبر دستوردان ایران و ترکیه و نبونا چرسری هفپیمانیا نوف دولتی سروکتی آمریکا نو خاک سوریه دا بمینه نمایی که دکش علی آژانس رویترز و هاتیه بلاف کرن هفسروکی پارتی یکتی دموکراتیک شاوس حسین دخواست کرد که هفپیمانیا نوف دولتی سروکتی آمریکا نوف سوریه بمینه افجی حتی دمکو چرسری که سیاسی جرفش سوریه بیدیتن هفسروکی پیدی دبیجه ایران و ترکیه دستوردان دکن و چند گروپین گریدوی ریخستان القاعده يجي نوف سوريا هنا وارفعوا حتى النهاج كريزا سوريا تجار سري نهار يديتن قطنا في سروكي بيدي جبر صدام هبونا امريكا النوف سوريا جرنجا ودبي بردوام به باسکی لشکری پارتی جان آزاد یا کردستان پژاک هشاریک سر دا ایرانی و راگیاند اگر ایران به دوام بر سر بمباران و توپاران خو افدی برسی بدن یر که داخلی خود راگیاند روز 12 مجدار ایرانی بریک افروکین بیفروکوان بوده ما نیف ساعت هرمین جای اساسی بمباران کریه جبر ویژ زیان گشتی رئیس و باغین گندی جلال یاسر قزوی ماوردی باسکی لشکری پژاک دیار کرد اگر ایران وانگیریش خو دوباره بکه افجی دمافی خو یا پراسن رواب کار بینن و بدنگی خواب بشکنن و برسی وان یریشان بدن پارتی کارگران کردستانی آمده پیوندی خود گل پارتی دموکرات یا کردستانی پیشوا ببه اندامی کمیته ریبری یا پککی دوران کالکانش کانال میدیا هبری را راگیان اف دخوازن پیوندی پککی پدکی پیش بکوین اول کردستانی رولکی ارینی بلیزن کالکان بشکدن یا خفتن خود تکس کرد پککی دخوازه پروتکل خود پدکی را یا کد سال 1982 داد به امضا کردن درباره انجام دادن کنگره که نتیجه دوباره بخه وری جبجی کردنی اندامی کمیته ریبری یا پککی دبیجه پککی گریدای و پروتکل او آمده تردمه که دا جیب که چافدیری سوریه مافن بروف که بنگه و یا سرکه لندن دمینه راگیان الگور چافکانین وانددن زوانین که بردف که هزین سوریه دموکراتیک هسته تلاصلو شوی 14 مجداری وندایه و تکلیف ویرا قطبیه چافکانی تکز دکن که تلاصلو گیای باجاری جرابلوسیه و لجیر کنترول هزین اپوزیسیون سوری ینش آلی ترکیه و تین دستک کرن چافدیری سوریه مافن بروف مالپر خود دبیجه پشتی شوی 24 مجداری خبرش تلاصلو نداد ستاندن خویا بکو اولوان هریمان هاتیه دیتن ین جیر کنترل گروپن اسلامی ین اپوزیسیون سوری ین گردای ترکیه داده هجای بیرخستنه که تلاصلو یا 25 سالی خلقی باجروکی الرهای یا الباکوری حلبیه کسی که ترکمنش دست بیکو شهری نوخوی یا سوری افدنو لیوا سلاجیقی یا ترکمنان سوری دابو یا کش آلی ترکیه و بتوامی دهات پشتوانی کرن آلی که دنوانو چگیانی دنگی امریکا کوبانی دازوانین کل گور چپکانی و پیزانین گیانوان تلاصلوش حسده جدا بیه و گیشتی ترکیه دنگ و باسین جیانی سرکوبر ترکیه رجب طیب اردوغان و سروک روسیه ولادیمیر پوتین دیار کرد که اول سوریه سرچار سریه که سیاسی الهف کردنه لی هرگلین وی الهف کردنه دیار نکردن سرکوبر ترکیه رجب طیب اردوغان سردنا روسیه کرد و سروک روسیه ولادیمیر پوتین را هفدیدنه کی پیکانی مجرا سرکه یاوی سردانی که شدن داوی و پخشروج سوریه بو اردوغان و پوتین داخلی که پاردان و گوتن هر دو آلیل سوریه سرچار سریه که سیاسی الهف کردنه لی نواروکو وی هف کردنه نه هات دیار کردن گوری پسپورون هر
چند بحثا چراسری که سیاسی بکرنجی سر مجرا باشرج سوری دارو پیده ترکیه و روسیه لهف جداد فکرن روسیه دخوازه پیده خودستاتوی خاصری به ترکیه دجیبه یکی داد که به سرکمری ترکیه برای سردانی گوتو بو افده مجرا اپراسیون که لشکری بر افرینجی پوتین را باخ و پشتی هفده دوی وارد تداخیانی نه تدای نلگوری پسپورن اگر اپراسیون بر افرینی کیمه هفتیو بوری سرکی روسی ولادیمیر پوتین و سرکی آمریکای دونالد ترامپ داخینی که هف پاردو اماجه فکر بون که چراسری نه برای لشکری ده برای سیاسی به و دوی همو آلید ماسه چراسری دا جی بگرن دزگاه رومانی امریکی فریدن هاوس دراپور خواب نوی آزادی اینترنت یا 2017 دا ترکیه یک جوالات انکو هری زده آزادی هات نبن پیکرن بناف کرد. لیکولین فریدن هاوس در رفش 65 والاتان هاتیه نرخاندن. در 32 والاتان در رفش لگور سالک بری خرافتر بویه. ترکیه مصر و اوکراینا اوالات انکو هری زده در زده پیش کفتنه. ترکیه رو در رفش کداغ کرنا داشی یک جوالات هری پیشه. سرکی آمریکا دونالد ترامپ و سرکی روسیه ولادیمیر پوتین ویتنام جوینا 25 آسیجل سر داخلی که باش یا درباره سوریه دا سر چند خلان گیشت نریکفتن که ریکفتن نامبر آمریکا و سوریه دا و کشیدن که بالکش هات نرخاندن هر دو دولت نزلهیس آمریکا و روسیه که حتی نال سوریه دیار کردن پولیتیکای دا رول که باندورکار لیستنه ویتنام دلت که هفکاری عبوری یا پاسیفیک آسیایی دا هاتن با هف اشالی سرکین هر دو دولت و داخلی که بار هات بلاف کردن و تی دیار کرد که یکتی خاک سوریه د پاریزن و دل تکبرنا هبونا دایشی یا سوریه داجی پورو تب گرن گور پسپور رجلات نامین دمکی دیروکیت جیان و آلوزین کرده چه خاطر د بنشانیا و یکینه که نافچه پشتی تمامبونا سایکس پیکوت پیوستیاج نو دیار کردنا سینوران دجی وزارت برگری روسیه را گیاند پروسس کنترل کردن بازارکی با کمالی بلکه وی که اشکره کرد که پیمانیا ناو دولتی یا دژی دایشی سرکتی آمریکا پشتوانیا راست سراس پیشکشی دایشی که افجیش بو دستخستنا بجیواندین آمریکا رجلات ناوین سیشمی 14 مجداری وزارت برگری روسیه هجمانک شویناین بلاف کرد که فروکین بیفروک وان روز نه مجداری کردن دوینای دا کاروانک اتومبیلین چکدارین دایشی یا دریش دیار دبن اوش بازارکی با کمالی بدکشن و برو دری سینوری و دی صفحه بودن دوی درباره دا وزارت برگری روسی داخلی دا دبیجه سرکتی ارتش روسیه دو جاران پیش نیاز انجام دادن اپراسیون که باش دانه هف پیمانیا ناو دولتی یا دژی دایشی سرکتی آمریکا قالوی کاروانی بدن لی آمریکیان پر اوایه کی بمب باران کردن چکدارین دایشی رد کردن سبب وانجی ابویه که اگر افخا را دستی بکن و فرمان پیمان جنیو یان گریدای دیلن شر سروان دسپینن وزیر بروانی اسرائیلی را گیاند اوری پبون هزین لشکری ایرانی نو خاک سوریه دا نادن و دوی هر کس به یکی باش فهم بکه وزیر بروانی اسرائیل اویدگور لیبرمان که سردن نوچه که سینوریل با کوری اسرائیلی کربو داخلی که دا داخیا کرد که اسرائیل تدمان ری ناده که سوریه ببه خطه کدن یا جبهه ایرانی و هزین نزیک نوی ولاتی دژی تل اویوی لیبرمان امجه به یکی ذکر که سربازین ارتش اسرائیلی دا بده بشه که تمام دنه بو برسیبدانا هر جوره گفه که بو وی ولاتی او داخلی وزیر بروانی اسرائیل پشتیوی کیات که وزیر درباره روسی سرگئی لاوروف را گیاند که ریکفتن نامبر مسکو و واشنگتن یا درباره کریز سوریه دا بحث درخواستن هزین ایرانی سوریه ناکه گداری نیشو اوابو و شانا دنگو بحث دکتی که شهر 4% کردستانی کردن دیاسپورا رو نوچه نونتوی جاره کردن دیسا سروی اینا و نشانی امی راستی هبین امده کارو رو ببرا برنامه یا دنگو بحث نو یا رادیوی رتزه بیلا ستورکیه حتانی و شانا نو بمینند نو خیر و خوشیه دا